با درود از دفتر مرکزی رادیو زودی شما برنامه خبری رو تماشا دارید و من شعله گلخوجه همراهتان هستم. سلام. حالا مرور میکنیم به موضوع امروز 18 دکبر. حکومت توجیکستان دودجان عطاولو رو عفو کرد، اما او امکانی بازگشت رو بررسی دارد. صحبت ویژه رادیو زودی با این ژورنالیست ورزیده و مخالف حکومت توجیکستان. گرگی در قبقان افتاده از خود برای بیگانه وانمود میکند. دویشی های تسلیم شده در افغانستان میگویند فریفته افراطی ها شدند. علما دعوت میکردند که بس خلافت اسلامی است، به قرآن حدیث ثابت هستند. نصیحت گوش کن جانا و یا مهاجر تجربه دیده و خسته از غریبی به جوانی که در حال سفر به روسیه است چی مشورت میدهد؟ میبرن اونجا در امور 200 سوم ایسای تو بگه کار بگه 200 سوم میرسی است میگه 300 سومش میده گشنه تشنه زبونی روسیه سوز نمیدونن. اما شروع میکنیم از تنش مرزی. این صبح دیگر بار در مرز توجیکستان و قرقیزستان دقیق‌ترش دهه سامانیان و کوکتوش مناقشه سر زد. تنش در بین ساکنان آغاز یافته به تیرپرانی مرزبانان دو کشور پیچید. مقامات توجیک میگویند ساکنان نزدیک مرزی قرقیزستان یک خواننده مکتب و امام محله توجیکان را لطوکوب کردند. جنوب قرقیزستان برعکس ساکنان اسفره را به آن متهم میکنند که یک شهروند این کشور را لطوکوب نمودند. مقامات قرقیز از زخمی شدن یک کارمند امور داخلی آن کشور خبر دادند. به گفته سخنگوی رئیس ولایت سوغ، در رهبران ولایت‌های هممرز مردم را به مراسا دعوت کردند. در این باره مولا رجب یوسفی از دوشنبه تفصیلات می‌دهد. روز 18 دکبر در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره به رادیو آزادی گفتند در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 3 نفر امید جان سفروی 14 ساله، اسرارخان اسدزاده 23 ساله و صادق بای نبیوی 59 ساله آسیب دیدند. جانب قرقیزستان گفته است که در مناقشه امروزه 6 شهروند این کشور از جمله چند نظامی قرقیز جراحت برداشتند. اما حادثه مناقشه نو در مرز تاجیکستان و قرقیزستان پیش از ظهر 18 دکبر باعث به تیرپرانی شد و ساکنان نزدیک مرزی میگویند که صدای تیر را شنیدند. در حادثه تیرپرانی نیز مقامات تاجیک قرقیز همدیگر را گناهکار میکنند. از جمله جانب تاجیکستان میگوید تیرپرانی بعد از آن شروع شد که مرزبانان قرقیز به لطوکوب خواننده مکتب تاجیکی از جانب شهروندان قرقیزستان نگاه کرده دخالت نکردند، ولی وقت شهروندان تاجیکستان به این قضیه دخالت کرده با نفرانی که خواننده مکتب را لطوکوب کردند درگیر شدند. مرزبانان قرقیز به سوی شهروندان تاجیکستان آتش گشودند و بعد از این مرزبانان تاجیکستان نیز به سوی مرزبانان قرقیز آتش گشودند. خدمات مرزبانی قرقیزستان تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را تصدیق کرده. پیش از ظهر امروز گفته بود که یک کارمند امور داخله و بعد از ظهر میگوید که 3 نفر کارمندان قدرتی این کشور جراحت برداشتند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان تا حال در این باره یگان اظهارات رسمی پخش نکرده است و تلاش ما برای گرفتن نظر نیروهای مرزبانی تاجیکستان تا این لحظه بی‌نتیجه بود. وضعیت در مرز تاجیکستان و قرقیزستان واقع در حدود دهه سامانیان تاجیکستان و کوکتوش قرقیزستان زیر نظارت نیروهای مرزبانی هر دو کشور قرار دارد، ولی مقامات میگویند هر لحظه خطر دوباره سر زدن مناقشه جای دارد. دوام ماه جاری این بار 4م است که ساکنان این دو دهه هممرز با هم وارد مناقشه می شوند و در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در حدود جماعت چارکو با قرقیزستان و هم در حدود جماعت واروخ که هم مرز با قرقیزستان است هر ماه تقریبا چنین مناقشه ها سر میزنند و در گذشته باعث هلاکت چندین نفر شده است. کارشناسان میگویند محض پره علامت گذاری نشدن مرز تاجیکستان و قرقیزستان باعث شده است که ساکنان هر سری چند وقت برای زمین و آب و چراگاه و یا دیگر مسائل با هم وارد مناقشه شوند. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابر شاه، آزادی، دوشنبه. طبق خبرهای رسیده داستانی کل توجیکستان دودجان عطاولو را عفو کرده است. این روزنامه‌نگار ورزیده و مخالف حکومت به قول مقامات انتظامی بنابر صادر کردن جنایت‌های گوناگون از سال 2008 در پیگرد بین المللی قرار داشت. دودجان عطاولو 27 سال به این طرف در بیرون از توجیکستان به سر میبرد. نشر خبر عفو او دوباره اسم این سیاستمدار شناخته را سر زبان‌ها نشاند و در این برابر سوال‌های زیادی را حل کرد.
قبل از برنامه من با دودوجانی عطاولو صحبت داشتم و نخست درباره آن پرسیدم که خبری عفو شدن را از کی فهمید و چگونه ارزیابی میکند. من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همین خیلی یک چی است معلومات گرفتن درباره عفو من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خشتوارا گفتن که الکی در شهر آوازه است که من عفو کردن و الکی آمادگی دیدم برای پیشروز و استقبال من. یعنی شما به تاجیکستان برمیگردید؟ سوالی از همه مهم که میخوان دانند. ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هماندیش‌های من هستند. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم. خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟ من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبری تاجیکستان خود این یک عملی خوب است و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند بسیار آدمی ابله، بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنید. پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید نه؟ هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم باز هم به همین راهی میرفتم که 30 سال پیش یا بیشتر از این دادا جان به اون راه قدم زده بود. ولی در این راه برای به من هجوم میکردن، سوءقصدها تشکیل میکردن، زندان میکردن، ولی همه این را من همچون یک امتحان در راه وطن، امتحان در راه وطنداری میپذیرم. ببینید به هر حال این عفو است. خب شما که این عفو رو پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب‌هایی رو که به شما گفتن شما اون عیب‌ها رو قبول کردید. نه هیچگاه. من باز بار دیگر میگم که من فقط حقیقت رو میگفتم. من نه автомат دارم، نه کلاشنیکوف، نه تانک، نه توپ، نه یگون نمیدونم رزمنده یا چیزی دیگر. یگانه اسلحه من این سخن من بود، این قلم من بود که من برای وطن این صرف میکردم. خب ببینید به هر حال منتقدان میگویند با نظر داشت انتقادهای شدیدی شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان طوری ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی آن را اعتراف نکرده است، شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما. بعضی شخصیت های با نفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم اینا گمان میکردن که این سفارش است. خدا شاهد هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی می نویسند میدانند که من در یگون وقت در یگون لحظه با سفارش نوشتن نمیتونم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خوانده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند. نوشته میشه. یعنی میتوان گفت که انتقادهای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود نه در موافقت با مقامات تاجیکستان؟ تماما. صحبت مفصل با دودوجانی عطاولو بعد چند لحظه در آزادی ویدیو نشر می شود، میتوانید تماشا کنید. این برنامه خبری رادیو آزادی است. بعد پاکسازی دهات دوردست نویه اچینی ولایت شرقی ننگرهار افغانستان از جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و یا خود داعش، ساکنان محلی به خانه‌هایشان برگشته تلاش دارند منزل‌های ولنگار را تعمیر و ترمیم کنند. حکومت جنگجویان داعش را نمایش داده اصرار می‌ورزد که آنها طبق کردهشان به جوابگری کشیده می‌شوند. این اسیران که زمان تنها با نمود ظاهری خود مردم را به دهشت می‌آوردند، حالا میگویند که آنها را گمراه کرده بودند.
بعد شکست سلاح به دستان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی، افغان‌ها به خانه‌هایشان برمیگردند. دولت افغانستان میگوید بازگشت آنها بعد پاکسازی ولایت شرقی ننگرهار از حضور جنگجویان امکان پذیر شد. خانه کاملا ویران شده است. وقتی دهشت‌افکنان به منطقه آمدند، ذکیرالله و مادرش وحیگل سراسیمه از خانه فرار کرده بودند. آنها با ما معامله بد داشتند و از ما غذا طلب میکردند. ما تخمیناً 50 خلطه آرد را در خانه و باقی مانده حاصل غله‌دانه را در میدان کشت پرتافتیم و فرار کردیم. خانه هایمان غارت شده است. اولین چیزی که ما از حکومت میخواهیم این بنیاد راه ها، ثانیاً بنیاد شفاخانه ها و سیوم مکتب و چهارم خونسا نمودن میدان های مینه می باشد. حکومتداران افغان میگویند این جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی یا خود داعش به اسارت افتیدند و یا داوطلبانه همراه با اعضای عائله هایشان تسلیم شدند. این ذهنیت بس از کتابا برام پیدا شد. چه قسم از کتابا قصد؟ علما دعوت میکردن که بس خلافت اسلامی است، به قرآن حدیث ثابت هستند. بس خلافت اعلان شده بیعت کرده، واجب هستن بیعت کنه. در بین اسیران افراد خارجی و از جمله پاکستانی ها کم نیستند. همین افراد و اشخاصی که تسلیم شده از ممالک مختلف یا امو تخلیه اطلاعاتی اول میشه که با کی رابطه داره، چطور آمدن، چی میکردن و بالاخره ارگانهای عدلی و قضایی ما بازدهی تصمیم میگیره که کی در کدام سطح وجود داره و اگر ایجابی را میکرد که یا محاکمه شود محاکمه میشه. در سال 2015 هم داعش این منطقه را بخشی از خلافتش اعلان کرده بود. این گروه مسئولیت 10 حمله مرگبار را بر دوش گرفته است. تنها در یک حمله به توی عروسی در شهر کابل بیش از 90 کس کشته شدند. ساکنان ناحیه اچین ولایت ننگرهار امید دارند که بعد بازگشت آنها نظم و ثبات پابرجا خواهد بود. برنامه را ادامه می‌دهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. امروز در جهان همچون روزی مهاجران یاد می شود. بعد سالهای 90 همه ساله هزارها شهروندان تاجیکستان با امید زندگی بهتر را به سوی کشور می‌گیرند که برایشان کار می‌دهد و وسیله چرخاندن روزگارشان را فراهم می‌کند. نفران کم نیستند که موی خود را در عذاب‌های دوری از وطن و پیوندان، تحقیر و بدرفتاری پلیس روسیه و فریبیدن کاردهندگان سفید کردند. یکی از آنها قهرمان بعدی ماست که این تجربه های به اصطلاح در پوست خود احساس کرده را به نفر قصه می کند که تازه رخت سفر به روسیه بسته است. گزارش محمود جان رحمتزاده را کیومرسیتا تقدیم می کند. در این هواپیما مسافران مهاجرین نیز به تاجیکستان برگشتند که پس از سالهای طولانی غریبی نمیخواهند دیگر بار رنج مهاجرت در کشوری برایشان بیگانه ادامه کند. عبدالستار احراروف ساکن 62 ساله ناحیه فرخار نیز از مهاجرت مهنتی از روسیه برگشته است. مهاجرت موسمی عبدالستار این بار به پایان رسید. تصمیم گرفت که دیگر به مهاجرت نمی رود. عبدالستار پس از چند مدت دیگر دوباره به دیدار نزدیکانش خواهد رسید. انا دیدی؟ بیا بیبی جان هم بیا. بیا بیبی جان بوده. 19 سال عمر عبدالستار در مهاجرت کاری در روسیه گذشت. معمولا در این مدت در یک سال 2 و بعضا 3 سال یک دفعه به وطن برمیگشت و طول 1 یا 2 ماه در کنار نزدیکانش میماند. برای رزق روزی کودکام خانه بوده، برای یک شرایط مساز کردن. 19 سال میرم روسیه، میرم کار میکنم، گشته میام، نظر به دیگه همسایه و خشت برو دیگه با کم تا شرایط من اخستره که لبای بیا سلام علیکم. و علیکم و سلام. بیا
شیرافگن عوضوف ساکنی 29 ساله ناحیه فرخار و از هم محله های عبدالستار پس از شنیدن بازگشت مهاجری با تجربه به عیادت او آمد. هدفش نیز آن است که از عبدالستار شرط و شرایط مهاجرت کاری را در روسیه بپرسد. زیرا شیرافگن نیز مثل او پس از چند سال ناموفقانه کار در تاجیکستان مجبور شد بار اول به مهاجرت رود. یگون جای معین داشته باشی، یگون جای معینی که تبرای ای رایون تو یگون خشت برد، یگون اولاد اگر هم جا باشه کار کده کار پیش برده میتونی. دستی با هم پسریدنیکو دا بغلطی اگر او پسریدنیکو در حقیقت بسیارش همین استفاده میبرن. بچه ها یوش که میرون جای کار ندارن میبرنشون همون پسریدنیکو تاجیک خدمونه بو میبرن همونجا دا همون را 200 سومون ایسای تو بگرد کار بگرد 200 سوم میره 300 میده 300 سومش میده گشنه تشنه زبونی روش را سوز نمیدونن. انا قینه در حقیقت در اوجا. عبدالستار به شیرافگن این مهاجری آینده کاری از تهدید ملتگراهای روز نیز قصه کرد که بارها از خف به دست آنها افتادن فرار کرده است. هرچند تفسیری واقعیت امروزی مهاجری کاری تاجیک در روسیه برای شیرافگن زیاد ناراحت کننده بود، اما او باید به مهاجرت رود و باید باز جای یک نسل مهاجر پیر شده تاجیک را در روسیه پر کند. و دادگاه نهایی سینای دوشنبه امروز نیلوفر رجبова با گناه میدان‌باشی به مبلغ 540 سومانی جریمه کرده است. رجبова 2 روز پیش به رسانه‌ها شکایت کرد که او را مقامات ملیسا و کارمندان اداره امور زنان در عملیاتی به گفته او ضد زنان سطرپوش دستگیر و در شعبه کارهای داخلی تحقیر و تهدید کردند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب به دسترس میباشند. فراموش نکنید صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر میشویم. تا روز نو خدا نگهدار شما باشد.